سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدید. آموزش امروزمون اکبر جوجه است. همون غذای خوشمزه و لذیذی که خیلی تو کامنت ها ازم خواسته بودین که بهتون آموزش بدم. اکبر جوجه رو امروز براتون درست کردم. تمام نکته هاشو توی این ویدیو گفتم براتون. کلی نکته خیلی مهم داره و از همه جالبتر این که روش پخت اکبر جوجه‌مون به روش در حقیقت اصل گلوگاه هست. گلوگاه یکی از شهرهای زیبای استان مازندرانه که اکبر جوجه اصالتاً مال همون شهره. ببینین چقدر مغز پخت شده. شاید باورتون نشه اگر بهتون بگم که این اکبر جوجه اصلا پخته نشده و فقط با سرخ کردن انقدر لذیذ و انقدر نرم و لطیف شده. حالا اما باید کلی نکته رو بدونین و رعایت کنین برای اینکه بدون پختن و فقط با سرخ کردن بتونید یک اکبر جوجه نرم و لطیف و خوشمزه درست کنید. همراه من بیایید این آموزش رو تا آخر ببینین. کانال منم اگر هنوز سابسکرایب نکردید همین الان حتما این کارو بکنید. اولین کاری که میکنیم باید مرغمون رو برای اکبر جوجه مزه دار بکنیم. برای مزه دار کردن مرغم که یه دونه پیاز رو پوست میکنیم، کاملا ریشش رو میگیریم و حالا به صورت حلقه‌ای یا به صورت خلالی خوردش میکنیم. اگرم حلقه میکنید حتما باید حلقه ها ظریف و نازک باشن، زیاد ضخیم نباشن و حتما هم پیاز سفید یا پیاز زرد باشه. خب من این پیازها رو آماده میذارم اینجا. بعد حدود 2 تا حبه سیر داریم. حالا این سیرای کوچولو رو هم دیگه من گذاشتم که استفاده بشه. اینا رو هم به همین صورت حالت اسلایس میکنیم و مرغمون رو باید مرینیت یا مزه دار بکنیم. حلقه های لیمو ترش هم احتیاج داریم. خیلیا توی مرینیت یا مزه دار شدن مرغ اکبر جوجه از آب لیمو استفاده میکنن، ولی این ترکیب حلقه های لیمو خیلی خوش‌طعم‌تر و بهتره به این دلیل که عطر و بوی پوست لیمو رو هم اون وقت مرغمون به خودش میگیره و بوی ذهم مرغ به این صورت خیلی بهتر گرفته میشه. خب اینا رو من آماده کردم. حالا باید اینها رو با مرغ مخلوط کنم و لابلای مرغ قرارشون بدم. ببینید مرغی که استفاده میکنیم خب همونطور که میدونید و همونطور که اصلا اسمش روشه باید جوجه باشه. سایز مرغ یا وزن این مرغ یا جوجه حد اکثر تا 1 کیلو و 100 گرم باید باشه. یعنی معمولاً مرغای اکبر جوجه از 800 گرم تا 1 کیلو و 100 گرم میتونه باشه که این میشه 1/2 مرغ. ما باید مرغی رو که خریدیم بعد از اینکه حالا تمیزش کردیم و اینها به 2 قسمت تقسیم بکنیم. یعنی هر یک پرس اکبر جوجه هم رون داره هم سینه داره و یک طرف مرغ به طور کامل هست که این میشه 1 پرس. به همین صورت آماده میکنیم. این قسمت ها رو تمیز میکنیم. مرغمون رو میذاریم داخل ظرف و یک کمی بهش روغن اضافه میکنیم. در حد 1 قاشق روغن میریزیم روش. نمک میپاشیم کاملا. هر 2 طرفش رو بهتره که نمک بزنیم. همینطور فلفل سیاه. بازم سعی کنید هر 2 طرف رو کاملا مزه دار کنید و یک مقدار زعفرون روش میریزم و حالا لیمو ترشا که حلقه کردیم، حلقه های پیاز که البته اینو باید زیر مرغ هم باشه که مرغ رو بتونه خوب مزه دار کنه. بازم تاکید میکنم که اندازه مرغتون وزن مرغ بالای 1 کیلو و 100 اصلا نباشه، چون با روش پختی که برای اکبر جوجه استفاده میشه اگر وزن مرغ بیشتر از این باشه مطمئنا خام میمونه و نمیپزه. کاملا باید زیر و روی مرغ با پیاز پر بشه، با سیر و پیاز و لیمو. خب این چند تا تیکه رو هم من
آماده کنم. این و سیر مونده، حبه های سیرم که خورد کردم میریزم. خب حالا باید مرغمون رو قشنگ ماساژ بدیم با این مواد. برگردونم این طرفش رو هم به همین صورت ماساژ میدیم. خب کامل که ماساژش دادم برمیگردونم و حلقه های پیاز رو از دور و بر روش میذارم. خب حالا باید بمونه و استراحت کنه تا کاملا مرغمون نرم و لطیف بشه و همینطور علاوه بر نرم و لطیف شدن کاملا باید بوی زخم مرغ تو همین مرحله گرفته بشه. اگر این مرحله رو خوب انجام ندید ممکنه پخت مرغتونم خوب انجام نشه و بعد از اینکه اینو الان من از تلفن کشیدم حدود 10 تا 12 ساعت بهتره که داخل یخچال بمونه. اگر خیلی عجله داشتین حالا با 6-7 ساعت موندن هم میتونید درستش بکنید، ولی اگر 10 تا 12 ساعت بمونه دیگه عالیه و فوق‌العاده میشه و کاملا نرم میشه. دوستان برای اکبر جوجه اصلا مرغ پخته نمیشه، یعنی این مرغ بعد از اینکه استراحت کرد داخل یخچال و خوب مزه‌دار شد تو مرحله بعد این مرغ کاملا سرخ میشه داخل روغن بدون اینکه از قبل پخته شده باشه. پس مرغ اکبر جوجه اگر به روش اصلی که در حقیقت روش اصلی که مال شهر گلوگاه هست وقتی بخواد پخته بشه اصلا پخت نداره، یعنی این مرغ مستقیم میره توی روغن و داخل روغن سرخ میشه و مزه‌دار میشه و کاملا هم نرم و لطیف. خب بعد از چند ساعتی که مرغمون موند و مزه‌دار شد و بافتش نرم شد، حالا میخوایم اکبر جوجه رو درست بکنیم، سسش رو درست کنیم. یک کته هم گذاشتم که دیگه چون کته رو توی کانالمون داریم دیگه مجدد آموزش ندادم، میتونین کته رو آموزشش رو به طور کامل ببینین. خب متاسفانه باید روغن فراوونی بریزیم. دوستان تقصیر من نیست اگر این غذا روغنش خیلی زیاده و کالریش خیلی بالاست. شیوه پخت اکبر جوجه به این روش است. اگر به دنبال غذاهای سالم و کم کالری هستید اکبر جوجه براتون غذای مناسبی نمیتونه باشه، ولی اگر دنبال یه غذای خوشمزه و چرب و لذیذ هستید و دوست دارید لذتشو ببرید و یا خاطرات اون دورانی که اکبر جوجه رو خوردین تو ذهنتون بوده و میخواین زنده بشه، این غذا براتون بسیار عالی میتونه باشه. روغن فراوون رو داخل ظرف میریزیم و همینطور کره رو هم بهش اضافه میکنم. 50 گرم کره داریم. روغنم باید در حدی باشه که کاملا مرغا داخل روغن فرو برن و شناور باشن. من حدود 40 گرم از این روغن رو ریختم داخل قابلمه، از این کره رو ریختم داخل قابلمه و با روغن مخلوطش میکنم و میذارم کاملا داغ بشه. کره رو ریختم برای طعم بهتر. هرگز نمیتونیم اکبر جوجه رو با کره تنها سرخ کنیم چون کیفیتش خوب نمیشه و کره تحمل دمای بالا رو نداره و زود میسوزه. از روغنی هم که استفاده میکنین حتما باید روغن سرخ کردنی باشه. خب من تمام پیاز و لیمو و سیر و هر چیزی که به مرغمون زدیم رو باید الان کامل جدا بکنم. اصلا ذره از این مواد نباید روی مرغامون باقی بمونن. ببینید کامل اینو جدا میکنیم با دقت تمام، همه جا رو چک میکنیم. اگر ذره سیر یا پیاز یا لیمو و اینها چسبیده باشه بهش سریع داخل روغن میسوزه و بافتش رو خراب میکنه. خب
الان آماده است. وقتی که میخوایم داخل روغن بذاریم به همین صورت میذارمش توی روغن داغ. روغن باید حتما خوب داغ شده باشه. همینطوری که گفتم اکبر جوجه اصل، روش پخت اصلش اینه که مرغ اصلا پخته نمیشه و چون جوجه است و ظریفه و کوچیکه و مزه‌دار هم شده کاملا میپزه به همین صورت. خب من اینو داخل روغن قرارش میدم. اول از این سمت، بعد از اینکه داخل روغن قرارش دادم حرارت رو کم میکنم کاملا و با حرارت کم میذارم بپزه. ببینید این مقدار روغنی که من ریختم بازم کمه، یعنی بهتره که بیشتر باشه تا این مرغ کاملا داخل روغن فرو بره. ولی خب حالا من سعی میکنم توی 2 مرحله این طرف و اون طرفش رو قرار بدم و خوب بپزه. خب وقتی که مثل من یه مقدار روغن کمتری میریزید بهتره که در قابلمه‌تون رو ببندید. وقتی در قابلمه بسته باشه کمک میکنه به پخت بهتر مرغمون. من درش رو میذارم و حرارت رو کم کردم و به همین صورت باید بپزه. حالا تو این فاصله تا مرغمون داره سرخ میشه و پخته میشه من میخوام سس مخصوص اکبر جوجه رو بهتون آموزش بدم. برای این سس مخصوص رب انار داریم و یک کمی هم از اون کره‌ای که نگه داشته بودم، یعنی حدود 10 گرم از کره رو من داخل روغن نریختم و نگه داشتم برای سس. کره رو داخل یه ظرف کوچیک میریزم و پودر سیر رو بهش اضافه میکنم. حدود 1/4 قاشق چای خوریم پودر سیر اضافه میشه. لازم نیست سرخ بشه. همین که کره ذوب شد بعد رب انار رو بهش اضافه میکنیم. برای اکبر جوجه هرگز از رب انار شیرین نباید استفاده بشه. رب انار ترش یا نهایتا رب انار ملس استفاده میکنیم. 2 تا 3 قاشق سوپخوری رب انار رو اضافه میکنم. چون رب انار معمولا یه مقدار نمک داره دیگه نمک و اینها هم نیازی نیست که بهش اضافه بشه. یه مقداری رو هم میزنم، منتظر میمونم تا داغ بشه و جوش بیاد. وقتی که این رب انار همراه با کره داغ شد و نشانه های داغ شدن و یا جوش اومدن رو که دیدم بعد باید بهش یه مقدار آب اضافه کنم تا یه کمی رقیق بشه. حالا اندازه این آب خیلی دقیق نمیشه گفت، بستگی به غلظت رب اناری که شما استفاده میکنین داره. اگر رب انارتون خونگی و محلی و اینهاست و خیلی رب انارتون غلیظه مقدار آبی که اضافه میکنین باید یه ذره بیشتر باشه. اگر رب انارتون بازاریه و نسبتاً رقیقه که خب مقدار آب کمتری اضافه میکنیم. الان من برای این رب اناری که داشتم که زیادم غلیظ نبود حدود 2 تا قاشق آب اضافه میکنم. خب ببینید الان کم کم داره جوش میاد. خب ببینین حبابایی که داره میزنه که نشون دهنده جوش اومدنه. حالا من 2 تا قاشق بهش آب اضافه میکنم. خب ببینید الان غلظت سسمون خوبه. شاید الان احساس کنید رقیقه ولی این وقتی خنک بشه یه مقدار غلیظ‌تر میشه و کاملا عالی میشه. دوباره منتظر میمونم تا جوش بیاد. این بار لحظه ای که جوش اومد دیگه خاموشش میکنم و دیگه در حقیقت این سس مخصوص اکبر جوجه‌مون آماده میشه. خب سسمون آماده است. سس رو خاموش میکنم. کته هم که گذاشتم منتظرم تا مرغمونم آماده بشه و بعد دیگه بریم برای سرو کردنش. حرارت رو کاملا تا جایی که ممکنه کم میکنم و نگاه میکنم اگر که یک طرفش سرخ شده به آرومی برش میگردونم. دقت بکنید که ممکنه که خیلی روغن بپره، پس خیلی با احتیاط این رو سرخ بکنید و مراقب باشید روی صورتتون یا دستتون خدای نکرده روغن نریزه. دوباره درشو میذارم و همینطور با حرارت کم میذارم بمونه بپزه
فقط به این نکته دقت بکنید که مرغ اکبر جوجه باید خیلی برشته بشه، یعنی اینطوری نیستش که توی روغن یه تفتش بدیم و طلایی بشه، نه، باید کامل برشته بشه و کامل هر دو طرفش باید تغییر رنگ پیدا کنه. خب من یه کمی برنج زعفرونی و اینها رو آماده بکنم. تقریبا دیگه مرغمون آماده شده. زمان پخت مرغ، یعنی در حقیقت زمان سرخ کردن مرغمون، یه چیزی هلوش 40-45 دقیقه طول میکشه. یعنی همینطور با حرارت کم این مرغ باید توی روغن بمونه و با در بسته آروم آروم سرخ بشه. من یه کمی برنج و زعفرون آماده میکنم. این کته رو هم ببینم اگر بشه قالبی برش گردونیم. برای اینکه کته هاتون قالبی برگرده لازمه که یه ذره زودتر از روی حرارت برش دارید و خاموشش کنید. حالا من یه ذره دیر برش داشتم ولی خب امیدوارم که برگرده. خب برنجای زعفرونی رو کاملا روش میریزم. البته اکبر جوجه رو با چلو آبکش شده هم میتونید سرو بکنید، ولی خب به هر حال چون غذای شمالیه و غذای مازندرانیه معمولاً با کته سرو میشه. خب یه نگاهی بندازیم به مرغمون. ببینین کاملا الان سرخ شده. من دیگه خاموشش میکنم. هم خوب سرخ شده هم خوب پخته. آروم و با احتیاط برش میدارم. خیلی خوب پخته و باید خیلی مراقب باشید که خورد نشه و یا له نشه. خب بریم اینجا سر میز خودمون و ادامه کار رو انجام بدیم. از سس روبناری هم که درست کردیم میریزم اینجا کنارش و با هم سروشون میکنیم. خب دوستان، امیدوارم که آموزش اکبر جوجه رو خوب و کامل دیده باشین، به دردتون بخوره، براتون مفید باشه. یکی از آموزش هایی بودش که دائما من توی کامنت ها این درخواست رو میدیدم که همه دارین که اکبر جوجه بهتون آموزش داده بشه. منم همه سعیمو کردم که همه نکاتش رو بگم خدمتون و به روش اصل گلوگاه بهتون این رو آموزش دادم. مرسی که همراهی میکنید من رو توی این کانال. برای دیدن ویدیوهای بیشتر من به کمک شما و به همراهی شما نیاز دارم. مرسی که هستید.